شما خیلی که در ویدیوی پیشتر شما سخن کردین از بیاگوموس، از فیرمای کالیفرنیا، از تشکیل کردن پاولونیا شما کمتر دلبزن شدین. امروز خواست ما حاضر در شهرهای دوشنبه دنقره بگیم، شهرهای دوشنبه دنقره قرار داریم. حاضر من در اینجا قصه های با شما نقل میکنم که این قصه ها را فقط شاهد یگانه خدای تعالی است. یگان تا نه کم و زیاد میکنم، نه یگان تا مثال ای پیش خود میبافم. زمانی بود که من شفیار بودم، سالهای 82-83. شما میدونید که در اون دوره ها چه ماشینا بود، چه پول منه که من سمن میکشیدم، بعد لاتوک میکشیدم. من این را از دوشنبه و دنقره میبردم. یک زمانی بود، یک قطره از این من با شما نقل میکنم. وقتی که این بالا من آمدم، ماشین ترمزش تماما اتکاس کرد. اولی برای سبب ترمز اتکاس کردن من با شما قصه میکنم. ترمز اتکاس کرد، چنان همین پیدالم میجخیدم، ماشین نمیستاد. عقب آینه قطعی نگاه دود میکرد، کلیسا دود میکرد. همین خیلی یک وحشت زده بودم. رولا میکرد تمامی عرق، همین مده دستم همین خیلی عرق میریخت. ای دستم ای سر روم عرق میریخت. وقتی که همین بین ما و مرگ ممکن لحظه هایی بود. خدا شاهده همین خیلی آمدم. همینجا دا وقتی که آمده پوده ایمیس رفت سین همین شهرها. او وقت ماشین ها خیلی کمتر بودن، پوده رفت، تماما پوده رفت. همین خیلی شهرها محکم شد. من یگانه امید شد، من تمام پوده را حاضر زیر میکنم. همین محل ده یک دیدم که کونی پوده گذشته رفت و من همین ماشین پانی همین خیلی آمده ترمزا نقپیده است. همین آمده پانی تا دادم من بیسا. وقتی که همین تا دادم نگاه من پرسیب کلیساش هم خیلی یعنی شده خستن. با همونجا ماشین قرار گرفت. آمده اینم دروازه مزار، وقت دروازه مزار نبود. همین خیلی آمده ماشین هم خیلی یعنی شده، ماشین همونجا قرار گرفت. بعد همون سری رول ده اکیوای ما خودم بدونم خداوند چی گپ شد. یک لحظه شادی به من همونجا آمد که من پوده را نزدم، ماشین چپا نکردم. فرو آمدم با شکرانه الله مهربان کردم. برادران خواندم در این شهرها چقدر قصه ها کردنیم. در این شهرها حیات عمر زندگی ما گذشتگی است. شهرهای دوشنبه دنقره وقتی که یک هفته بعد ما میرفتیم پوتیوفکا میگرفتیم. وقتی که برادران میپرسیم، بسیار برادر روس بود، میگفتیم که دید کدا، میگفت که کدا دوا گرای دنگره تمام این خگه میگفتن. یعنی که غم در همینجا شون بود. برادران قندم بیار نظر کنین، غم در همینجا بود که دو کوه هم میبرویم، بعد دنگره را میفرویم. دوا گره دنگره. امروز برادران قصه ها بسیار است. خیال شما میکنید که همین بابا ریشش هم که سفید بود. من چون هم جوانی تنومند بودم، حیات زندگی خیلی در همین دوا گرای دنگره گذراندگی ما در هر یک 100 متری چنان هم قصه ها با شما میکنم، چنان هم با شما فکت و حجت و دلیل قطعی میبیارم. حاضر با دنگره رفتن ممکن یک نیم ساعت یا 1 ساعت کمتر یا نیم ساعت زیادتر شما دنگره میرسید. دنگره چقدر در این راه چقدر ما خواب رفتگیم، چقدر ماشینام کلشیدگی در این راه، چقدر ماشینم ویران شدگی، چقدر ما در او عقبه ها شبها ماندگیم، در اونجا ما خنک خوردگیم. او را ما با سمت شما قصه کرده ما با شما نقل میکنم. برادران قندم حاضر باید شکرانه تنجی و امانی، شکرانه راه چین که ولی من راه ها را چین میکنم با شما. راه ها را نگاه که، تکنیک ها را نگاه که، ساعت ها میستاد یک تکنیک نمیگذاشت، ماشینت ویران میشید.
روی روز توپ بگیره میسودی با تخپا مش میاد بگیریم میرفت را مبادا در عقبه میموندی او روزا رو من با شما نقل میکنم برادران قندم بازم تکرار شود حیات زندگی من در همین شاهراه گذشتگی با شما با قصه میکنم این روز نه ای بیوگوموس گام میزنم نه ای کرمای کالیفرنیا گام میزنم نه ای پاولون نگردن از این فقط ای پستی و بلندی های زندگی این چیه سوال با شما این چیه به این دوگره دنگره رفته نمیشید برادران قندم رشته سخن من دراز نمیکنم شما با ما باشید شما سوال و جواب کنید من اینجا مزار قصه ها درباره مزار بسیار هستن ولی من قصه ها میکنم درباره شاهراه بسیار هستن من درباره شاهراه گام میزنم درباره که چطور ما وقتی که یاد دارم برآمدیم چهارمغزه که برآمدیم شرشر ده همین طور شرشر بودیم چنان هم برف و جاله و تندور و چراغک هم که شید که یک بار راه محکم شد راه بسته شد راه چنان هم خورد بود که یک ماشین می آمد دوی ماشین اگر ابیز میکرد ماشین ای بالا می اومد که تمام راه محکم باز نیم متر خستگی راه محکم ای تمام دیگه نیست میموندم اونجا شب موندگیم در همون عقبم شب موندگیم خدا را زاره کردگیم 2 مینوت پس ای ماشین فرامدگی در همونجا میگو پیشام کردن نمیتونی سوزاک میشه بوم میبرم میشه شب تا روز همونجا ما خواب رفتگی نیستیم شب اونجا روز کردگیم پیاده خمیده اومدگیم برادران قندی من قصه ها بسیار است من با شما چی گفتن هستم حاضر من برای چی قصه ها رو 7 مینوت 8 مینوت 10 مینوت میکنم برای کمپانی مگافون تو نمیته این تلفن تو نمیته این تلفن برای همین خواهش میکنم که قصه های ما 8 مینوت 10 مینوت هم باشه شما بسیار بدرین تماشا کنید بعدی با ما قصه ها رو پرسان بگیریم با شما برادران قندی من زنده و سربلند و سلامت باشن با بابا باشن چقدر قصه های عجایب و غرایب فکت و حجت و دلیل رقم و مهر و پیچت که دیگه بزن با شما اول بگن که ایو چیه زنده باشید